علیکم آقا، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خوش اومدین از یه ولاگ دیگه به آتیفاتی. چه خبر؟ چیکار میکنین؟ امروز یکی شهریور ماه. من دارم این ولاگ رو براتون ضبط میکنم و احتمالا قرار بهمن یا اسفند این ویدیو آپلود بشه. امروز دارم میرم برای مشاوره پیش اولین دکتر که مشاوره بشم و ببینم که کدوم دکتر انتخاب میکنم، ولی به احتمال زیاد پور ارز انتخاب میکنم. دیگه گفتم بیام این ویدیو رو براتون بگیرم و براتون آپلود کنم و از تجربه‌ام براتون بگم و شاید دوست داشته باشید این تجربیات داشته باشید. حالا در ادامه براتون کلی ویدیوهای دیگه میگیرم و گفتم که امروز که شهریوره که بعداً تعجب نکنید که بگید مثلا تابستون بود چه یورپ زمستون و اینا دیگه، اینا رو هم بگم. من این لباس رو انتخاب کردم، کت و دامنه که قراره من اتوش کنم بپوشم و باز در دارم براتون ویدیو بگیرم دیگه. البته اینم بهتون بگم که قرار بود من این ماه یعنی 20 یا 15 این ماه عمل کنم، ولی همونطور که هم گفتم نه بمون بذار 17 سالت کامل بشه دیگه، منم به تردید افتادم گذاشتم بهمن ماه یعنی یک ماه بعد تولدم دیگه. اینم برم اتو بزنم بپوشم بهتون نشون بدم. همونطور که مشاهده میکنید اومدیم لباس همون تو کنیم تو این گیروگاهی، این هم اینجوری شد. حالا من خیلی دیدمه میگم دیر میخنده اصلا این خیالی چیز من استرس داشتم. مامانم قشنگ داره میخنده، این خیلی چیز دیگه به کلیپ بگیم، یعنی منو دیوونه کرده بود. ما آماده شدیم بریم دکتر. همینا من تو بلاگ میذارم، بعدم یه استوری بذارم براتون. خدا رو شکر مامانم دیگه خندهاش رفت و ما راه افتادیم و گفتم توی این استوری دابسمش بذارم براتون. یه تیکه های از ولاگ اونجا گذاشتم ولی نه کاملش قرار توی یوتیوب ببینید. رشتم که طبق معمول شلوغه و آدم استرس میگیره مثل همیشه و من خیلی دیرم بود. بریم بالا برای مشاوره ببینیم چی بهمون میاد. ایشالله حالا به بهمن نرسم، یکی دو هفته ای عمل کردم شد. پایین ساختمون سوپری بود، گفتم میام یه کراکل بگیرم که دیگه رژیمم به هم نخورد. اینم برای خاطرشون مامانم کارسام مردش گفتتون نشه. اینجا ما هنوز توی نوبت بودیم. من اگر تو خونه قای عجله نمی‌کردم اوکی بود چون مطب خیلی شلوغ بود. این از این طرف میگه ما هیچ چیز من نمیدونم جمعه سوس نداری با قدریم نمی‌کنه. خب بگی اینجوری از این برمیجوری بکش مثلا باز نه بابا بکش. خوب دارم رو دستش. آقا من دارم میرم برای عکاسی بینی دیگه. اینترنت آنتن نبود، برق نداشتیم متاسفانه مجبور شدم یه دیگه هم ولاگو اینجوری بگم دیگه. بابا اومد دنبالم دارم میرم عکاسی، هیچ آرایشی هم ندارم نباید داشته باشم دیگه. بریم ببینیم خدا چی میخواد. دیگه راه افتادیم و رفتیم به سمت رشت. یعنی اینقدر که من این چند وقت رفتم رشت اومدم حالم دیگه از رشت به هم میخوره. اینجام که آلرژی داشتم که من اندازه فیل شده بود. دیگه رسیدیم اینقدر که بابام عجله داشت فقط میدویدیم. اینجا هم که بابا مشاهده میکنید داره میگه تخفیف بدین و فلان. من پول عکاسی این 1,700 بود که خود دکتر گفته 500 تومن تخفیف بده شده رو 1,200,000. بابام بگه جرثقیل ماشینش رو برده. ساعت 1 رو به 10 دقیقه به 10 دارم میرم آزمایش هم انجام بدم. یعنی فقط 10 روز دیگه مونده، 10 روز 9 روز دیگه مونده که برم واسه عمل دیدم کاراشو انجام میدم. ایشالله شنبه هفته دیگه برم واسه نوارایی که اینا که اونا هم براتون عمل فیلم که حالا بریم. فکر نکنم بتونم تو آزمایشگاه براتون فیلم بگیرم چون تنها. حالا اگه کسی بود که اونجا بتونم فیلم بگیرم براتون فیلم میگیرم. همونطور که فکر میکردم نتونستم تو آزمایشگاه فیلم بگیرم دیگه. آزمایشم آماده شد
چند روز بعد البته دیگه شنبه رفتیم داشتیم میرفتیم دکتر که نوار و اینا رو انجام بدم که سه شنبه عمل داشتم. اینجا هنوزم تو ترافیک بودیم طبق من، خسته کرده بودیم ترافیک ما رو و دیگه رسیدیم. جویدن نفسم گرفته نمیدونم صحبت کنم. شما از تو ماشین برداشتم شما رو دیگه رسیدم و داشتیم اینجا تو نوبت بریم شد آقای دکتر که ذره با هم صحبت کنه استرس هم میخوابه. دیگه 3 روز که عمله. دیگه رفتیم داروخونه و دارو گرفتم. دکتر خودش نوشته کوچیک میده بر همون داروخونه که بریم براتون پک آماده میکنم به اسم اون دکتر. واسه تصفیه و گرفتن نامه بستری که دیگه فردا عمل دارم. شما هم هنوز نمیدونیم که چه خبره. که وسایلم هم برداشتم برم دکتر دیگه فردا انشالله عمله. دیگه من نتونستم براتون از اکو نوار قلب فیلم بگیرم بخاطر اینکه مجاز نبود، اجازه نمیدادن. دیگه راه افتادیم به سمت رشت. یه روز قبل عملم که باید تصفیه می‌کردیم پول کلینیکو با پول دکتر رو و اینجا پارک کنم نمیتونم. وای دیگه رسیدیم به اصل ماجرا، کارت کشیدن و اینا. مامانم استرس داد گفت تخفیف بدین فلان بذاره دیگه. اینجا یه تخفیفی دیدم آقای دکتر داد بهمون و دیگه رفتیم برای عمل فردا.